سلام، اومدم با آموزش سایه شاین. تا آخر این ویدیو با من باشید. برای سایه شاین من همیشه از چسب زیر چشم استفاده میکنم، به خاطر اینکه سایه های شاین یه مقدار ریزش دارن بالا و این کار باعث میشه یه مقدار شما کارتون سریعتر پیش بره. ناحیه‌ای که میخواین کات کنین رو چسب میزنین به این صورت. بعد با استفاده از یک قلم مشکی یا دودی رنگ تیره داشته باشه و یه مقدار شاین داشته باشه، این ناحیه رو که جدا کردین میان یه حالت خط چش پهن میکشین. خط چشی که میکشین باید به اون مدل چشم بیاد. میتونه گوشه تیز باشه، میتونه پهن باشه و محو باشه، گوشه نداشته باشه. بعد با استفاده از یه براش گرد این ناحیه رو یک کم فید میکنیم. دست من اگه دقت کنین حرکات خیلی ریزه و به سمت ناحیه 2 چشم دارم فید میکنم. این طرف هم همینطور. این فید کردن رو سریع باید انجام بدید تا قبل از اینکه این مداد مشکی که کشیدین خشک بشه. با استفاده از یه رنگ گرم تم قهوه‌ای سوخت تقریبا ناحیه مغز رو از بین میبریم با حرکات رفت و برگشت. چند بار اینو تکرار میکنیم. رنگ مشکی فید شد، اومد به سمت بالا. حالا یه قهوه‌ای یه درجه روشن‌تر، یه حالت رنگ آجری دوباره بالای این میزنم. اینو میخوام فید کنم. در انتها که فید کردین رنگ ها رو با هم، از یه سایه شاین رنگ قهوه‌ای میاین روی کل ناحیه که مشکی کردین رو میزنید و میاین به سمت بالا. این رنگ شاین من توش یه مقدار طلایی داره. شاینم انتهای پایین چشه و به سمت بالا میرم، شاینم کمتر میشه. میایم یه رنگ شاین دیگه ولی روشن‌تر برای لایه بالایی که یه مقدار آجری زدم استفاده میکنم. همون تم طلایی رو داره شاینم ولی کم حال تره. اون سایه هایی که زیر زدم باعث میشه که دوام سایه‌مون خیلی بیشتر بشه و این سایه شاین خودش به تنهایی اصلا جلوه نداره. یعنی من اگر روی پوست بیام بزنم اصلا دیده نمیشه. باید یه زیرساز داشته باشم تا بعد بتونم از سایه های شاین روی اون استفاده کنم که زیرساز من از رنگ مشکی شروع شد، قهوه‌ای سوخته و بعد هم رنگ های آجری. حالا میخوام بیام ابتدای چشش رو یه حلقه روشن در بیارم. با استفاده از براش ناحیه 1 چشش رو زیرساز رنگ روشن استفاده میکنم و کل ناحیه 1 روشن میشه. بعد که کانسیلر روشن زدیم با استفاده از یه بلندر کوچیک فید میکنیم.
یه رنگ سایه روشن شاین برمیدارین. این ناحیه که کانسیلر یا حالا از اون پلت گریم رنگ روشن زدین، سایه روشنتون رو پخش میکنین. این کار رو با استفاده از دست انجام بدین، خیلی بهتر میشه، چون سایه های شاین با پوست دست خیلی خوب مچن و میخوابن روی چشم. بود میتونین با همون بلندر ریزتون بزنین تو سایه و این ناحیه رو شاین بزنین. من برای چی زیرساز استفاده کردم؟ برای که این سایه شاین بچسبه. اگر زیرساز استفاده نکنیم سایه شاین نمیچسبه پشت پلک. پس استفاده از زیرساز خیلی اهمیت داره. یه مقدار از این سایه روشن رو میزنم به زیر ابرو. از سایه شاین این دفعه یه مقدار رنگ پوست پیازی داره سایه. باعث از یه براش بلند باشه موهاش. میزنم تو سایه شاینم ببند و میذارم روی این ناحیه 2. یه مقدار ناحیه 2 رو میارم به سمت ناحیه 1. از رنگ روشن به سمت پوست پیازی. مجدد انتهای چشم ناحیه 3 از یه رنگ روشن استفاده میکنم، مثل صورتی، گلبهی. اون ناحیه رو که شاین زده بودم یه مقدار از سایه های مات، رنگ های گلبهی و صورتی کاورش میکنم. این کار باعث میشه که سایه هایی که زیر زدم دوباره داره میاد بالا. اگر الان تو فیلم دقت کنین دوباره اون تیرگی این زیر اومد بالا. استفاده از رنگ های مدیوم انتهای چشم، سایه های مات، باعث میشه که زیرسازی که قبلا زدیم دوباره بیاد روی چشم. اوکی؟ حالا میام زیر چشم میخوام کار کنم. با استفاده از پلت گریم رنگ روشن ناحیه زیر چشم رو کامل میزنم. اون طرفم همینطور بالا. فقط ابتدای چشم رو نمیزنم که سایه نقره‌ای داره. بعد با یه بیوتی بلندر اینو یه مقدار فیدش میکنم در همین حد. حالا میخوام رنگ شاین استفاده کنم. یه مقدار حالت بنفش آبی داره، سلیقه‌ایه. باز کن. یه مقدار توش بنفش و نیلی رو داره که سایه یکم انرژیش بره بالا. این رنگی سایه بالا ازم. یه شاین 7 رنگه که رنگ بنفش توش غالب تره. انتهای چشم ناحیه 3 یه مقدار مشکی میشه با یه قلم کوچیک با حرکات ریز و دورانی توی این ناحیه فقط، و یه مقدار هم انتهای چشم پایین. خیلی کم. چشم کامل بسته.
مشکی میکنید. برای قشنگتر شدن سایه‌تون لازمه که یه مقدار انتهای چشم پایین رو هم بالا هم زیر چشم بالا این قسمت مشکی بشه، ناحیه 3. چون این سایه خیلی شاینه و رنگ‌های روشن استفاده میشه، یه مقدار تیرگی رنگ مشکی میدیم که سایه خودشو بکنه و به سمت داخل چشم یکم فید میکنه به این صورت. ببینم قسمت هایی رو که سایه ریخته باز کن کامل و تمیز کن. با تونر فقط این کارو بکنید چون چربه. و بعد در انتها چسب رو میکنم و مجدد قسمت هایی رو که نیازه با استفاده از پنبه و تونر تمیز میکنم.